در این مسئله دو ظرف داریم. بیاین سوال کنیم. ظرف یکم در مقایسه با ظرف دوم دو مرتبه بیشتر بنزین داشت. از ظرف یکم 7 لیتر بنزین رو گرفتیم و با ظرف دوم 3 لیتر زام کردیم. 3 لیتر یعنی علاوه کردیم. مقدار بنزین ها بعد همون علاوه گرفتن برابر میشن. ظرف دوم چند لیتر بنزین داشت. بیاین برای تصور کنیم سوال رو. یعنی دو ظرف داریم. دو ظرف داریم. در یکم ظرف ما همچون یک مونه و دو. در اینجا نمیدونیم مقدارش، لیکن میدونیم که اگر در دوم x لیتر بنزین باشد، در یکم دو مرتبه بیشتر است. و بعد چیکار میشود؟ میگوید که از یکم ما 7 لیتر رو ترک میکنیم. یعنی ما از اینجا 7 لیتر بنزین رو میگیرم و با دوم 3 لیتر بنزین علاوه میکنم. بعد همین کارو کردن در ویها در ظرف ها بنزین ها برابر میشن. یعنی چی معنی دارد؟ 2x مینوس 7 برابر میشد به x جمع 3 و این معادله میشود. x ها رو به یک طرف جمع میکنیم و عدد ها رو به دیگر طرف و این چی میشود؟ 2x مینوس x برابر 3 در اینجا میموند. مینوس 7 پلوس 7 می شود و x برابر 10 می شود. یعنی از اینجا چی معلوم می شود؟ ظرف دوم 10 لیتر بنزین داشت و ظرف دوم 10 لیتر، ظرف یکم 20 لیتر. وقتی ما 7 رو میگیرم 13 میشه، وقتی 3 رو جمع میگیرم 13 میشه. یعنی جوابی درست می شود. ظرف دوم 4 لیتر بنزین داشت، یعنی 10. از این جوابی درست 10 می شود.